چاهجویی و بهشت یاورزاده نتونست کنترل کنه. یه باسه بلند اما برای اشفق اونجا حرکتی رو آغاز کرده رو به عقب. یه اشتباه از حسن رودباریان و توی دروازه گل برای تیم مالدیو زده میشه در 78مین دقیقه. چیکار کرد این حسن رودباریان؟ باید هم خوشحال باشه استویکوف. این همه جال و جنجال و دعوا بر سر آوردن حسن رودباریان، آخر این بازیکن به لحاظ روحی در این شرایط قرار داد و گل تقدیم میکنه به تیم مالدیو. چقدر خوشحال هستن، تیمی که 17 گل خورده چند سال قبل. نگاه کنید این پاس رو به عقب انداخته شد. یک اشتباه وحشتناک، واقعا وحشتناک از کاپیتان تیم امید کشورمون که نتونست رو کنترل کنه. بدین شکل حساب کار رو 2-1 کرد. اولا یه چیزی من جناب فرستو بگم که درست اشتباه وحشتناک آقای رودباریان بود، ولی در هیچ جای دنیا